سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به چنل تو آفاس خوش اومدید. بچه‌های عزیز، امروز اومدیم با 3-4 تا ویدیو در مورد بچه‌های کرج، عزیزای دل، چگونه کرجی باشیم و با اون سرود ملی‌های خیلی خفنشون. تو خوشگل منی. و همونطور که گفتم اگر کرجی هم توی ویدیو هست حتما اینجا اعلام حضور کنه تو کامنت ها. بریم نرو بریم نه کجا بریم بابا، حمایت کنین دیگه. ما این همه ویدیو میسازیم که بخندیم. یه لایکی، سابی، کامنتی، دوتا بچه کاریم، زحمت میکشیم. اینطوری باید ویو بگیریم. ما دوتا بچه کار بیچاره باید ویو بدیم بهمون. میدونی چی میگم؟ آره همونقدر که ما دوستتون داریم ما رو دوست داشته باشین. آره خب بریم. آره دیگه خیلی داره زیاده گویی میشه. عاشقت بزن بریم. ویدیو شماره یک. این صدا رو همتون یه جا شنیدید. این سرود ملی کرجه. این دی ان ای کرجه حاجی. این ریتمو رو هر چیزی بذاری کرجی میشه. مثلا این پرنده تهرونیه ولی این پرنده کرجیه. یا این ماشین لباسشویی تهرونیه ولی این ماشین لباسشویی کرجیه. راست میگی، رو همه چی جوابه. خیلی چیزای دیگه. دنده عقب نیسون همه چی میخونه. آب خوردن کرج. چه فازی و چه والا نمیدونم چقدر عجیبه. چیه اصلا لامصب یه ریتمی داره. همه چی میخوابه دیگه. هر چی میذاری روش میخونه. یعنی کرجی باشی همه جا میتونی زندگی کنی دیگه. واقعا نوع زندگی تمپوش خوبه. آره دیگه. دومین ویدیو ریمیکس بای دی جی صادق. همیشه من که نیستم کنارت خنده باشه. ببی دنده عقب موفق جوانده باشه. چی آقای گرون قیمت رو بکنم. اگه یاد من افتادی حالت تو خوب. اینم بخونم تو زندگیت سختی بود. حیاتت میپریدم فقط در اون مسعود. دوست دارم زودتر من صدای خندتون بیاد. دیدی عروسکم آخرشم نموندی. دارم به زور تحمل میکنم. خوابا واقعا خوابای منم. این چی آخه؟ ناموسن خوابای منم. انگار داشتم خوابای خودم رو نگاه میکردم. کرجی‌های عزیز بهتون بر نخوره، ما دوستتون برای خیلی سمی. نه همش میتونی. ما فامیل داریم کرج. اونو از اون هم سمت الان فامیل تو میبینن بدتر میشه. دقیقا اونطوری. مردی پارت 3 سومین ویدیو. 3 تو خوشگل منی. رونالدو چی میگه؟ نیمار چرا اونطوریه؟ نیمار چقدر بندریه. داشت زلاتان چی کار میکرد اون پشت؟ میگه زلاتان کیه؟ بابا زلاتان خجالت. اخلاقی ورزش. بریم آخرین پارتش. چهارمی. دیشب یه پارتی بودم ناموسه انواع دراگ مراگ همه چی بود. همم خفن و با کلاس بودن. از این پارتیای چیپس و ماستیو نمیگی که توش موزیک چیپس ماستی میذارن و اینجوری میکنن؟ ماشی تا حالا تو عمرم من این آهنگا گوش ندادم. کدوما رو میگی؟ اینا رو میگم داداش. راست میگه دیگه بابا. این پارتی هاشون هم یعنی بیماریه. آره متحرک. بیماری واسه خودش داره اونجا زندگی میکنه. آره جزئی از پارتی هستن. بعضی از پارتی هاشون همشون نه. اما واقعا دو سه تا ویدیوهاش که در اومده بود
یه بکن متحرک دیگه ورود نکن وسط ها اینطور از این کنارا بیا دیانا رو نتونستیم بزنیم انقدر که چیزه دیگه بازه خیلی سمی میشین با قوانین یوتیوب مثلا کنتکت خیلی زیادی داره. با همون زیر کامنت بذارین یوتیوب انقدر ما رو اذیت نکن. ببین یوتیوب خیلی اذیتمون میکنه بچه‌ها. لایک لایک میکنید تمام لایک ها رو میریزه. مثلا میبینید تا دیروز 40 تا لایک داشتیم یهو اومدیم دیدیم شده 10 تا 30 تا لایک کنید ساب میریزه لایک میریزه خصوصا هم چون ما تو ایران داریم زندگی میکنیم این قضیه تحریم اذیت طولانیش نکنیم دیگه. دمتون گرم. حمایت کنین، لایک، ساب، کامنت فراموش نشه، شیر کنین با رفیقات اونا هم بخندن. هدف ما اینه که بخندیم دیگه تو این دورانی که اصلا حال هممون یه کوچولو بده. خیلی دوستتون داریم. گودبای.